امده اخری بله. سوم دوام ضعیفی دم که در تیبل جور کردن خواندیم، باز لیاوت منیوش خواندیم، لیاوت منیوش تقریبا کلش خواندیم، مشکل نیست اینجا نه. خب گفتم لیاوت منیو چه وقت معلوم میشه؟ وقتی که ما تیبل انتخاب کرده باشیم. فرات وقت معلوم میشه. وقتی که تیبل انتخاب باشه، سلکت باشه، کرسر در تیبل باشه، بعد از اون که است لیاوت منیو معلوم میشه. اگر کرسر بیرون از تیبل باشه، باز لیاوت منیو هیچ معلوم نمیشه. کلیک کنی باز معلوم میشه. باز معلوم میشه. پالیش یک منیو دیگه هم از به نام دیزاین. دیزاین هم وقت معلوم میشه که تیبل سلکت باشه، که نباشه باز معلوم میشه. دیزاین از نام معلوم است که چی معنی؟ دیزاین. اینجا دیزاین تیبل است. اگر میخواستی که تیبل دیزاین کنی بازی جان. مثلا من یک تیبل دارم، یک کور تیبل جور کنم که زود دیزاین شود. میگم که یک 3 کالم باشه و این خروز باشه. نام و اکسل. اینجا یک چند تا نام نوشته کنیم. علی، ولی، احمد. این یک تیبل است. میخوایم که این تیبل دیزاین بدیم. دیزاین رنگ و دیزاین چیزا را بدیم. فقط انتخاب کو دیزاین منیو را کلیک کو. در دیزاین منیو اول اینی دیزاین هستن. فقط در دیزاین که کرسر سرش ماند تیبل خودشون دیزاین میگیره. میبینید؟ اینجا زیاد دیزاین های دیگه هم هست. این بटन که کلیک کنید که بسیار زیاد دیزاین هستن. هر یک شکل کلیک میکنی فقط کرسر سرش بان اونجا دیزاین برات نشان میده. اگر خوش داشتی اوکی کو، اگر نداشتی اینو چنج کو، هر دیزاینی که بخوای. کلش دیزاین هست. مثلا میگم این دیزاین کلیک میکنم. استاد دنیا پیدا کرده دیزاین دیگه تیبل جدول. در تو جدول دیزاین ندی. یعنی دیزاین انتخاب کو تیبل تو دیزاین میکنه. فهمیدی؟ اگر باز میره خوش نداشتی مثلا میخوای که یک رنگ و چیزا را خودت بدی. ایرا خو از هومم خوانده بودیم نه اینجا رنگ مثلا اینی رو را انتخاب میکنی بولد ایتالیک و فاونت و چیزایش کلان میکنی فاونتش چنج میکنی و از اینجا رنگ میتینی اینجا خوانده بودیم و در خود دیزاین هم همین چیزا میشن میتونی که در دیزاین هم رنگ شیدش چنج کنی هر رنگی که میتی بولد ایتالیکش از اونجا چنج کنی خو اینی دیزاین ها کی هستن این تیار جور شدگی دیزاین هستن فقط در یکی کلیک کنی تیبل دیزاین فهمیدین حالا که متوجه شین امی روی اول رنگشان کتی کالم اول رنگشان متفاوت است بین یا اگر میخوای که یام چنج شوه باز اینجا سعی که ما هیدر رو داریم تیک مارک است هنوز اینی هیدر رو اگر هیرا پس کنی رنگی از هم ساده میشه کلیک کنی پس مرخم میشه فرست کالم اول کالم مرخم میخوای یا ساده میخوای توتال رو که می روی آخریش هم رنگ بگیره اینی رو اصلا کدام رنگ بگیره میبینین لاست کالم آخر هم همین رنگ بگیره نگیره بندید کالم که اینی کالم ها کلش یک رنگ بگیره فهمیدین این دیزاین هایشان شد این شیدینگ است که از اینجا میتونی رنگ چینج کنی هر رو که انتخاب کنی هر کالم رو که انتخاب کنی یا مکمل تیبل انتخاب کنی هر جا که انتخاب باشه رنگ از اون چینج میشه و اینجا بوردر استایل اگر بوردر استایل چینج میکنی مثلا اگر کل تیبل انتخاب کنی از کل تیبل میشه اگر یک رو انتخاب باشه از یک رو میشه اگر یک کالم باشه هر جایی که انتخاب باشه از اونجا چینج میشه اینجا بوردر استایل است میبینید میگم این استایل بگیره کلیکو هر یک شکل کلیک میکنی اون دیزاین میگیره اینجا با سایز شام هست سایز کم زیاد کنی باز معلوم میشه مثلا اینی رو کلیک میکنم سعی کنم دیزاین میگیره میبینید و اینجا که از دیزاین است باز مثل اینجا کی بودن the border style میتونی هر دیزاینی که انتخاب کنی مثلا اینی رو باز یک لاین کلیک کنی اون دیزاین میگیره یا از اینجا میتونی اینا که اینی نشانه که میبینین این رو که کلیک میکنی کل تیبل انتخاب میکنه باز اینجا هم باردرز است هیرا در هومم خوانده بودیم نه در هومم هست اینی باردرز اینی چیز در اینجا در دیزاین هم هستن وقتی که کلیک میکنی مثلا نو بارڈر میکنی بارڈرش کلش گم میشه آل بارڈر کلیک میکنی بارڈر کلش میه آوتساید بارڈر تنها 4 طرف بارڈرش بیه اینساید بارڈر تنها از مابینش بیه هوریزونتالش تنها بیه ورتیکالش تنها بیه اینی کلش دیزاین هایش است که از کدام طرف بارڈرش بیه من میگم آل بارڈر کل بارڈر فهمیدین بارڈر پرینتر باز یک بارڈر رو میتونی کلیک کنی که مثلا من اینجا دیزاینش چنج کنم انا دیزاین چنج میکنم باز یک بارڈر رو کلیک میکنم تا که اون یک رنگ دیزاین بگیره در صورت که کلیک کرده باشیم فهمیدین ایرا دیزاین میگه وقتی که تیبل دیزاین میکنین تیبل دیزاین باید خوب یاد داشته باشین باز یک روز کار عملی را ما تیبل برات میتم دوباره باز شما مقسم باید دیزاین کنین فهمیدین خب این لیاوت شد این هم دیزاین شد و این هم تیبل کلگی فهمیدین بعد از اون پس میایم به منیو اینسرت به اینسرت تیبل خواندیم که دو منیو بود واره هم خواندیم حالا میایم
پیکچر دور پیدم خوانده بودیم. اگر میخوای که اینجا عکس اضافه کنی پیکچر کلیک میکنی. پیکچر کلیک کردی هر جایی که عکس باشه، مثلا من اینجا یک چند تا عکس دارم، میگم اینی عکس بیاین، اینی عکس بیاین، هر جایی که کرسر باشه اینجا عکس میاد. عکس که اومد به خاطر عکس باز اینجا یک منیو میاد به نام چی؟ فرمت. اگر عکس انتخاب باشه میاد، اگر عکس انتخاب نباشه نمیاد. پس کلیکش کو، پس یک فرمت منیو میاد. فرمت منیو به خاطر چی است که دائمی عکس تغییرات بیاری. مثلا عکس خراب باشه جور کنی، عکس خرد باشه کلان کنی، دیزاین برش بدی، باز فرمت استفاده میکنی. مثلا این عکس است، این دایی اول است ریموو بک‌گراند. ریموو پاک کو بک‌گراند، بک‌گراندش. مثلا از این عکس بک‌گراندش ریموو میکنه، کلیک کو، اینی بک‌گراندش ریموو میکنه. تا یک حادثه کو انتر کو، میبینی؟ بک‌گراندش چی شد؟ ریموو شد. پس هم میکنم، پس میاد. اینا ریموو بک‌گراند میگه که بک‌گراندش ریموو کنه. بعد از او از کرکشن. کرکت مانا صحیح کردن، نه؟ کرکشن صحیح میکنه عکس. مثلا یک عکس سیاه باشه، با کامera عکس گرفته باشه، یکم سیاه آمده باشه، یکم سفید آمده باشه، از کرکشن میتونی که صحیحش کنی. مثلا اگه سیاه باشه سفیدش کو، اگه سفید باشه سیاهش کو. سکن سفید میبینی؟ هر یکیش کلیک کنی و مخصم میشه. یک عکس سیاه باشه سفید میتونی، سفید باشه سیاه. فهمیدین؟ اینا میگه کرکشن. بعد از او کلر، اگر میخوای کلرش چنج کنیم، بیخی از عکس رنگش چنج کردن میتونی. میبینین؟ اینا کلر میگه. و بعد از او از آرتیستیک افکتس. افکتس هم دیزاین میگه. افکتس همیشه دیزاین ها رو میگه. در پروگرام های دیزاینینگ که هست، مثلا کورل را، فوتوشاپ، الستریتور، در اوجا به نام افکت که چیز دیدین بفهمین که اوجا دیزاین هستن. حالا ببین دیزاین عکس هستن. مثلا میگم عکس دیزاین میگه، عکس دیزاین میگه. اینا آرتیستیک افکتس میگه. بعد از او کمپرس پیکچر. کمپرس پیکچر چی میکنه؟ سایز عکس کم میکنه. مثلا در یک فایل عکس هایتون زیاد باشه، اینجا زیاد عکس ها رو اد کردی، وقتی که این فایل تو سیو میکنی سایز از یک کمی کلان میاد. اگر حجم عکس ها زیاد باشه، باز فایل سایزش یک کمی زیاد میاد. باز به خاطری که میگه سایزش کم شوه، باز میای در فرمت چی رو کلیک میکنی؟ کمپرس. کمپرسش میکنه، خردش میکنه. باز اینجا تقریبا یک چند حالت داره که به اندازه چقدر 150 شوه. اگر در ایمیل روان میکنی باز 96 شوه. باز اگر اوکی کنی این سایزش خود کم میکنه. جایی که سیو باشه سایزش کم میشه، باز میتونی در ایمیل روان کنی که باز پسان باز عملی برات نشان میده. فهمیدین؟ اینا کمپرس میگه. این چنج پیکچر، اگر در جای از یک عکس دیگه عکس می آوردی، در جای از می عکس این می سلکت باشه چنج پیکچر کو. اینجا میگه که اینترنت نداری، اگر از اینترنت میخواستی بیاری، باز ورک آفلاین یعنی بدون اینترنت ما میخوایم عکس‌ها رو در کامپیوتر ما از امور آواز کنیم، باز ورک آفلاین کلیک کو. یعنی مثلا میگم این عکس بیاین، سعی در جای اون عکس اینا چنج پیکچر میگه. و بعد از او ریست پیکچر. ریست چی معنی؟ که پس از سر ست شود. ریست دوباره ستش کو. یعنی اگر عکس زیاد تغییرات آورده باشی، مثلا بک‌گراندش ریموو است، رنگش تغییر است، زیاد تغییرات آوردی، ولی میخوای که را به حالت اولیش بیاری، باز چی را کلیک میکنی؟ ریست. سعی چی شد؟ اون هر تغییری که آورده باشی او را پاک میکنه، عکس پس به حالت اولی میاره. این ریست پیکچر میگه. بعد از این باز استایلز هستن، مثل که در تیبل بودن، این بر خاطر عکس است. کو باش که اینی را یک کمی خرد کنیم. نه مثلا اینی را کلیک میکنی، سعی کمی سایه هم برش میده، باردارایش هم گل میشه. این را کلیک میگی چوکارت میده. این کلش دیزاین است، استایلز. میبینین؟ اینی را اگه کلیک کنین بازیش زیاد دیگر دیزاین هم داره. اگه میخواستی که دیزاین عکس چنج کنی. فهمیدین؟ این را استایلز میگه. بعد از اون بوردرز، پیکچر بوردرز و پیکچر افکتس. اول بوردرش، اگه میخواستی که بوردر را برش بدی، مثلا میگم بوردرش کدام رنگ داشته باشه؟ سرخ. میبینید بوردرش رنگ سرخ داره. یک کمی زوم کنین که خوب برات معلوم شه. دیدین؟ بوردرش کدام رنگ گرفت؟ سرخ. اینجا سایز هم داره بوردر. اینجا بیا ویت. هر قدر که زیاد میکنی سایز زیاد میشه. از اینجا رنگ داده میتونی و از اینجا کی است؟ سایزش میتونی کم و زیاد کنی. پس میگم یک کمی کم شه، این قدر شه. و از اینجا استایل بوردرش چنج کرده میتونی، داشش مثلا میگم این قسم شه، این قسم شه. میبینید؟ استایل بوردر هستن. اگه میخوای بوردرش چنج کنی. نو آوتلاین بیخی بوردر برش نمیته. نو آوتلاین هیچ بوردر برش نمیته. اگه نو آوتلاین کلیک کنیم و مور آوتلاین کلرز، اگه دیگر رنگا را بدون از این رنگا دیگر رنگا را انتخاب میکردی بازی رو کلیک کنی. که بسیار زیاد رنگا هستن. در کاستم هم هست. مثلا ما اینی گرین کلر انتخاب میکنیم، باز در کاستم می اینجا میتونی کی را لایت کنی، یا کمی تیز شوه یا کمی روشن‌تر شوه. میبینید؟ باز انتخاب میکنی، اوکی میکنی، اون رنگ میگیره.
این باردر شد پیکچر باردر. بعد از پیکچر ایفکتس باز گفتم چی مانا دیزاین ستایلز این رو کلیک میکنی سکو اگر شادو برش میدادی شادو مانا سایه یک کمی خورد شوا که معلوم شوا مثلا میگم که شادو داشته باشه سایه داشته باشه کجا سایه داشته باشه میگم این طرف میبینید یک کمی سایه گرفت میبینید در داخل عکس سایه داشته باشه میبینید داخل عکس سایه آمد یا بیخی پایین دو جدا سایه داشته باشه این شادو شد ریفلکشن که دوباره نشان بده عکس بر مثل که یک نفر در حوض استاد میشه پایین معلوم میشه نه این ریفلکشن میگه این کلش دیزاین هستن ببینید گلو برش میدی سافت ایجز این کل دیزاین هستن پیکچر افکتس یا اگه باز چک کنید بعد از پیکچر لیاوت اگر لیاوت به معنای چی شکل یا قواره اگر میخوای که در شکلش کمی تغییرات بیاری مثلا یک خط سرش نوشته کنی مثلا اگر من اینی را کلیک کنم باش کیو سک اینجا تکست آمد تا که خطم سرش نوشته کنی اینی را کلیک کنی اینجا خطش نوشته کنه میتونی این کلش لیاوتش هست اگر میخوای که شکل قوارهش تغییر بدی کتشون خط هم نوشته کنه میتونی باز میبینید این پیکچر لیاوت شد بعد از پوزیشن چی مانا مقام یا جای این را چی وقت استفاده میکنی باشه یک صفحه نو بیاریم وقتی که پیج نو میاری شارتکتشون چی است کنترل این باشه که من کنترل این نزدم ولی کامپیوتر مصرف شد گوش کنین اینی عکس ها در کجا هستند سگو در صفحه در اینی سر هستند اگر میخوای پوزیشنش چینج کنی زوم این کنیم که کمی پرترک معلوم شود پوزیشن میگم در کجا بیا در مابین بیا چه عکس در مابین آمد یا میگی در این سر بیا در این سر آمد اگر پایین در مابین اینجا کلیک کنی در اینجا می زوم میشه کمی دیگه هم کلیک کنیم که خوب معلوم شود مثلا میگه در آخر سر اینجا بیا میبینید در اینجا بیا این کلش پوزیشن هایشان که عکس در کجا باید بیا فهمیدین؟ این اگر خط هم باشه باز خوبتر فهمیدن باشه که خطش هم نوشته کنیم زوم ترجمه چیه زوم چه خطی که مثبت من خطم یک کمی زیاد شد باشه حالا یک کمی زوم اوت شد اکسس میگم پوزیشنش کجا بیا دبل کلیک کنی هم فرمت منیو میاد میگم پوزیشنش در مابین بیا سه کال در مابین خط آمد یا میگه در این طرف بیا زیادتر در ریپورت و چیزا که جور میکنین باز عکس این قسم خط چهار طرف یا این طرف میباشه اونا هر یکش که انتخاب میکنه این پوزیشن میگه فهمیدین بعد از او اینجا تکست ریپاسی هم تقریبا پوزیشن واری است ولی کمی تغییرات داره دای اگر اینی اولش باشه مثل امیالی که از اینلاین ویت تکست اینلاین ویت تکست به این معنی که همیشه در تکست در لاین باشه یعنی چی رقم مثلا من اینی رو کش میکنم اینجا سایکالی چی شد اینجا اینی لغات در مابین نیم کرد میبینید اینستیتیوت آی تی باز تی باز اکسس باز یو تی ای اینلاین ویت تکست به این معنی که این مثل حرف واره در مابین خط باید بیا اگه اینی اولا کلیک میکنید اگر سکویر کلیک میکنین سکویر چی مانا؟ مربع یا مستطیل باز چهار طرف خط میه ولی لغات در بین نیم نمیکنن سعی کن حالا هر جا این را موو میکنین موو میشه و خط همیشه چهار طرفش میه و اگر در این تایت کلیک میکنی تایت باز در صورت امکان خط دیگه هم پیش میاره دیگه تو عکسای چهار کنجه خب معلوم نمیشه باز که بیک‌گراندش ریموو کنیم انتر کنیم حالا میبینید اگر این سکویر باشه سکویر خط حتما چه قسم میه چهار کنج میه مثل چهار کنج ولی اگر اینجا اینی تایت کلیک میکنی تایت هر قدر که امکان باشه خط پیش میه فهمیدین اینی ترو هم تقریبا اون قسم هستن هر قدر که امکان باشه خط پیش میه و دیگه ایش که از تاپ این بوتم که خط بالا و پایین از عکس باشه behind text عکس پشت سر خط باشه in front of text پیش روی باشه اگر اینی edit trip points کلیک میکنی بازی جا نقطه پیدا میشه میبینید نقطه به خاطر چی است اگر نقطه را این طرف کش میکنی خط این طرف میه مثلا هر قدر که نقطه را این طرف کش میکنی خط با مو اندازه این طرف میه اگر نقطه رو اون طرف کش میکنی اون طرف میره خودت میتونی که تا چه قدر خط باشه تا چه قدر باید عکس باشه این را edit trip points میگه
موو ویت تکست که تکست موو شوه ایره که هر جای موو میکنی که تکست موو میشه. فهمیدین؟ مهمش اینی هستن یا را باز خودتان میبینید. بعد از او اینی آپشن هستن زیاد میشه، این خدر بس هستن. هسته استاد